سلام. امروز میخوایم یاد بگیریم چطور در رستوران یا کافه به انگلیسی غذا سفارش بدیم. این درس برای مبتدی است. پس خیالت راحت باشه. داریم از صفر شروع میکنیم و قدم به قدم جلو میریم. در آخر ویدیو هم یک مکالمه کامل تمرین میکنیم. پس تا آخر ویدیو بمون. Menu, order, water, burger, fries, salad, chicken, beef, fish. این کلمات رو خوب یاد بگیر چون در هر رستورانی لازمه میشه. خب همونطور که توی درس گذشته گفتیم وقتی میخوایم درخواست غذامون رو مؤدبانه بیان کنیم میگیم Can I have؟ خب چند مثال رو با هم دیگه ببینیم. Can I have a burger؟ Can I have a sandwich؟ یه جایگزین ساده تر هم برای سفارش غذا داریم که میشه I want، یعنی من میخوام. I want a sandwich. I want a pizza. میخوایم راجع به اندازه هم صحبت کنیم. Large, medium, small. به این مثال توجه کنید. Can I have a large pizza, please؟ حالا بیایم یک مکالمه واقعی بین مشتری و پیشخدمت رو با هم تمرین کنیم. Hello, how can I help you? Can I have a cheese sandwich, please? Sure. Anything to drink? Yes. Can I have a small orange juice? All right, that's $10. Here you go. Thank you. You're welcome. دوستان اگه این درس براتون مفید بود و دوست داشتین ویدیو رو حتما لایک و سابسکرایب کن تا درس‌های بیشتری درباره مکالمه کاربردی ببینید. توی کامنت ها هم بنویس که در درس بعدی مکالمه کجا رو آموزش بدم، کافه، فرودگاه و یا هتل.